بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و بعد. خدمت عزیزان با ویدیو جدید انشاءالله با درس جدیدی در سلسله دروس تجوید مقدماتی خواهیم بود که این درس ما انشاءالله درس سکون می باشد. ما شما قبلا در مورد تنوین صحبت کرده بودیم. به این ویدیو انشاءالله در مورد سکون صحبت می کنیم. سکون چی هست؟ سکون همون علامت جزم هست که توسط حرکت حرف پیش از اون و بدون شباهت به حرکات ادا میشه. این سکون می باشد که باید در سکون دقت زیادی صورت بگیره، به خاطر اینکه سکون احیانا شبیه حرکت میشه، شباهت کامل، و احیانا شباهت جزئی به حرکت پیدا میکنه که از شباهت کامل هم باید پرهیز بشه و از شباهت جزئی هم پرهیز بشه و حرف ساکن به تنهایی خود نمیتونه که تلفظ بشه، لذا نیازمند حرکت حرف پیش از خود می باشه و ما به وسیله حرکت حرف پیش از اون این سکون رو تلفظ می کنیم. به عنوان مثال وقتی ما سکون رو تلفظ می کنیم در زبانهای دیگر هست. چرا مثلا در زبان انگلیسی، در زبان مثلا پشتو ابتدا به ساکن داریم، لکن در زبان عربی ابتدا به ساکن نداریم. مثلا در زبان انگلیسی student که میگه، در زبان مثلا پشتو زمکه مثلا چیزهایی دارن، لکن در زبان عربی نداریم. فقط باید ساکن به وسیله حرف پیش از خود باید تلفظ بشه و ساکن علامت وصل دو حرف می باشه، یعنی علامه که حرف قبل خود امی حرف که ساکن بر او هست ایره وصل میکنه و احیانا این ساکن در دو کلمه می باشه. اگر مثلا دیدیم که ساکنی در دو کلمه بود، یعنی یک ساکن به اول کلمه دومی و ساکن قبلی در آخر کلمه اولی بود، اینجا ما چه کار میکنیم؟ یا او را حذف میکنیم یا اگر مد بود حذف میکنیم و اگر در یک کلمه بود خب میخوانیم تلفظ میکنیم. اگر مد بود در دو کلمه بود این را حذف میکنیم و اگر مد نبود او را حرکت کسره میدیم. خب مثال های هم هست که انشاءالله او را در بخش التقای ساکنین میخوانیم. فعلا ما به روی خود چگونگی تلفظ سکون تمرکز میکنیم و ای که ما میگیم سکون باید بدون شباهت به حرکات ادا بشه. این بخش مهمه که ما متوجه باشیم که ساکن ما هیچ شباهتی به حرکات پیدا نکنه. و سکون در حروف هم متفاوت می باشه. بعضی حروفی هستند که نیازمند یعنی هستند که باید اون طرف یا شنونده صدای اونها را بشنوه، مثل حروف قلقله، مثل حرف کاف و تا که این حروف نیازمند هست که باید صدای اینها مسموع بشه، لذا قلقله ایجاد شده، مثلا اقا. لکن باز هم به همین حالت هم باید این سکون ما حالتی باشه که شبیه حرکت نشه. وقتی ما میگیم اقا، اگه بگیم اقا شبیه حرکت فتح شد، اگه بگیم الحقنی شبیه حرکت کسره شد، او قتول شبیه حرکت ضمه شد. لذا این حروف قلقله هم باید طور تلفظ بکنیم که شباهت به حرکات پیدا نکنه. پس میگیم او قتول، اقربهم، الحقنی، به این ترتیب حروف قلقله. و مثلا حرف کاف و تا اک، ات نشه اکی، اتی، یا مثلا اک، ات، این حالت نشه. و دیگه در بقیه حروف داریم سکون در بقیه حروف هم باید توجه بشه که حرف باید از لحاظ مثلا صفاتی که داره اون دیده بشه که اگر صفات مثل رخوت را داشت کم جریان میدیم و اگر توسط داشت کمتر جریان پیدا میکنه، مثل اس یا مثلا مثل ال. به ترتیب نسبت به جریان و مثلا عدم جریان در بحث صفات انشاءالله بحث میکنیم. حالا گفتیم تمرکز به روی کیفیت خود سکون که چه قسم ما سکون تلفظ بکنیم که شبیه حرکت نشه.
پس وقتی ما میگیم مثلا کلمه اسلوک که میگیم، اگه بگیم اسلوک، این خوب معلوم داره که به همون به حساب در حقیقت رفت به طرف حرکت و حرکت کامل ایجاد شد، اسلوک معلوم شد. لکن ای که شبیه حرکت نه شباهت جزئی، شباهت دو قسم داریم، شباهت کلی داریم، شباهت جزئی داریم. شباهت کلی همینه که کامل حرکت بشه. شباهت جزئی باید اینه که یعنی بوی از حرکت در او پیدا بشه، حتی همی هم باید نباشه. مثلا اسلوک وقتی ما میگیم لبها رو به حرف ساکن سین و حرف کاف که ساکنه اینا جمع میکنیم، یعنی گویا ما همین سکون شبیه زمه تلفظ کردیم. لذا اسلوک، اسلوک. و این قضیه مثلا در کسره احسانا، مثلا وقتی ما میگیم احسانا به طرف پایین میکشیم، همون کسره ما شبیه سکون ما شبیه کسره ادا شد، لذا باید خونده بشه احسانا. مثلا اهدینا به طور مثال اگه بگیم اهدینا، همون ساکن شبیه کسره شد، لذا میگیم اهدینا. از کسره میریم به طرف حالت عادی شدن دهن، اهدینا. و همچنین از فتحه، مثلا اهدیک، اگه کسی بگه اهدیک اشتباه کرده. چرا؟ به خاطر از اینکه همون سکون شبیه حرکت فتحه ادا کرد، لذا میگیم اهدیک، اهدیک. به این ترتیب حرف ساکن تلفظ میشه. جزاکم الله خیرا. ان شاء الله که به ویدیوی بعدی شدر خواهیم خوند.